به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام. قسمت سوم از ارث رو میخوایم شروع بکنیم که فصل سوم ما هست. فصل اول کلیات رو دیدیم، فصل دوم موجبات ارث رو دیدیم و حالا فصل سوم شروط تحقق ارث. ما سه تا شرط داریم برای اینکه شخصی بتونه ارث ببره. اولین شرط، اول تیتراژ خدمتتون عرض میکنم، فوت مورث هست. شرط دوم زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث و شرط سوم وجود ترکه. خب شرط اول فوت مورث هست که بر اساس ماده 867 شخص باید فوت بکنه تا اشخاصی از او ارث ببرن. فرقی نمیکنه فوت یا حقیقی باشه یا بحث موت فرضی باشه. فوت حقیقی که مشخص است، موت فرضی در خصوص غایب مفقود الحضر است که شخصی غایب هست و مدتی گذشته و حکم موت فرضی او صادر می شود. اینو تو بحث مدنی یکتون دقیقاً بحث شده. شرط دوم که مهمترین شرط ها هست و بحث های هم ذیل اینجا هستش، زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث. این شخصی که هنگامی که شخص فوت میکنه در اون زمان باید شخصی که قرار ارث ببره زنده باشه. در نتیجه اگر شخصی قبل از متوفی فوت کرده باشه از اون شخص ارث نمیبره و میگم شرط طوری هستش که باید شخص زنده باشه در هنگام فوت. مثلا یه پدر پسری که هم ارث میبرن، اگر پدر 1/404 فوت کرده باشه و پسر در این هنگام زنده باشه، یا اینکه مثلا در 2/1/404 فوت کرده باشه پسر از پدر ارث میبره. اما اگر اینکه مثلا پدر در 1/404 فوت کرده و پسر در هر تاریخی در سال 1403 فوت کرده باشه، پسر از پدر ارث نمیبره، چون در هنگام فوت پسر زنده نبوده. که قسمت اول ماده 875 این حکم رو به ما میگه. ذیل این بحث میپردازیم به حمل، آیا حمل ارث میبره یا نه. بحث مواد 875 فرض دوم و سوم تا 872 خدمتتون 8 چیه؟ میگه آقا حمل، فرض کنید که یک مردی فوت کرده، همسر این مرد یعنی زوجه باردار هست. آیا این حمل ارث میبره یا نه؟ مطابق قانون مدنی حمل با جمع دو شرط ارث میبره. شرط اول، نطفه در هنگام فوت شکل گرفته باشد. شرط دوم این هستش که حمل زنده متولد بشه. پس این دوتا شرط اگر وجود داشته باشه حمل ارث میبره. نکته بعدی، استمرار حیات حمل شرط نخواهد بود. یعنی همین که حمل زنده متولد بشه، حتی کوتاه، حمل ارث خواهد برد و اصلا 1/100 ثانیه زنده باشه. نکته بعدی، اگر شک بکنیم که حمل زنده متولد شده یا مرده، اصل بر اینه که حمل مرده متولد شده و حمل ارث نمیبره. نکنید داریم میگیم شک. اینو یاد بگیریم که در جایی که ما اماره یا قرینه دیگه‌ای داشته باشیم که اون تحیر ما رو از بین ببره، بحث شک دیگه مطرح نیست و سراغ اصول عملی یا سایر اصول در جایی که قرینه یا اماره وجود نداشته باشیم میریم. ما نمیدونیم که حمل زنده متولد شده یا خیر، میگیم که حمل مرده متولد شده. نکته دیگه که اینجا وجود داره باید توجه بکنیم، بحث لقای مصنوعی هستش که بعد از فوت تشکیل میشه. نظرها متفاوته، اما تا این حد بدونیم که به نظر دکتر کاتوزیان و با استدلالایی که میارن در اینجا هم حملی که بر اساس لقای مصنوعی طفلی که متولد میشه از لقای مصنوعی متولد شده باشه هم ارث میبره. ولی نظر اصلا دکتر امامی مخالف این نظر هست. بحث بعدی که خیلی مهمی تر هستش تو بحث حمل این هستش که ما در بین ورثه حمل داریم. آیا باید سهم الارث متوفی رو تقسیم بکنیم یا نه؟ 3 تا فراز داره، 3 تا حالت داره که در 2 حالت ارث تقسیم نمیشه، در 1 حالت ارث تقسیم میشه. حالت اول، جایی که زنده متولد شدن حمل باعث میشه که هیچ احد دیگه ای ارث نبره. مثالش چیه؟ این بحث زوجه اینجا خارج از موضوع است، بحث موجب نسبی هست. یعنی اشخاصی که روی نسب ارث میبرن. مرد فوت کرده، زوجه او حامل هست، بقیه خویشاوندانش
پدر بزرگ متوفاست. طبقات ارث رو حتما باید بلد باشیم تا بتونیم این صحبت رو متوجه بشیم. پدر بزرگ طبقه دومه، حمل طبقه اوله. الان در اینجا حمل متولد بشه، پدر بزرگ دیگه ارث نمیبره، مانع ارث کل سایر اشخاص میشه. در اینجا ارث رو تقسیم نمی کنیم تا تکلیف حمل مشخص بشه. حالت دوم چی هست اینجا؟ حالت دوم اینه که حمل متولد میشود، مانع ارث برخی از اشخاص میشه. فرض کنید خویشاوندان متوفا پدر هست، مادر و یک نوه، یعنی فرزند متوفا که حالا فرزند داره فوت کرده و پدر مادر یک نوه هست. الان اگر حمل به دنیا بیاد، همه اشخاص تو طبقه اولن دیگه. یادتون باشه دسته ها رو یادتون میاد، دسته A پدر مادر بود هستن اینجا ارث میبرن، کاری به دسته B که اولاد هستن نداره. تو دسته B اولاد حمل اگر متولد بیاد میشه طبقه اول درجه اول، نوه طبقه اول درجه دومه. در اینجا متولد شدن حمل باعث میشه که اون نوه ارث نبره، پس در نتیجه اینجا ارث رو هم تقسیم نمی کنیم. حالت سوم زنده متولد شدن حمل مانع ارث بردن هیچ کس نمیشه. خویشاوندان متوفا یه پدر هست، یه مادر و دو فرزند که اگر حمل به دنیا بیاد میشه فرزند سوم دیگه. پدر مادر که طبقه اول دسته A کاری به دسته B نداره، دسته B اولاد هستن که درجه فرزندان متوفا هستن که درجه 1 هستن. اون دوتا حمل هم اگر به دنیا بیاد میشه طبقه اول درجه 1، مانع ارث بردن هیچ کس نمیشه. اینجا ارث رو تقسیم میکنیم با یک اتفاقی. قانون میگه به اندازه سهم 2 تا پسر برای حمل بذاره کنار، که اگر حمل به دنیا اومد، اگر 2 تا بود 2 قلو بود، حالا چه پسر چه دختر، ما بتونیم سهمشون رو به اینا بدیم. اگر کمتر بود که خب آنچه که میمونه رو بین سایر ورثه تقسیم میکنیم. حالا امروزه بر اساس آزمایشاتی که به وجود اومده دیگه خب جنسیت و تعداد معلومه، به همون میزان میذاریم کنار. پس تو حالت اول دوم ارث تقسیم نمی‌کردیم، به حالت سوم ارث تقسیم می‌کردیم. نکته دیگه بحث اینا هم دیگه امروزه از بین رفته، اینکه آقا حملی که فرزندی که متولد میشه حالا متعلق به اون متوفا هست یا نه، بر اساس قاعده اماره فراش قانون میگه که آقا استفاده بکنید. بحث اون 6 ماه و 10 ماهی که تو مدارج 5 خوندیم، ولی امروزه خب مشخصه با آزمایش‌های ژنتیک معلوم هستش که آقای هم برای اون شخص متوفا هست نیستش. اگر باشی که خب ارث میدیم، اگر آزمایش‌ها هم بگن که نه واسه این شخص نیست که جزء وارثین حساب نخواهد شد. اینا در بحث حمل. بحث بعدی که وجود داره در خصوص غایب مفعول الاثر، یعنی در بین وراث غایب مفعول الاثری وجود داره. فرض کنید که شخصی فوت کرده، یه پدر و مادر داره، 2 تا فرزند داره و یک فرزند دیگه که غایب مفعول الاثره. اینجا چیکار میکنیم؟ ارث رو تقسیم میکنیم و سهم غایب مفعول الاثر که معلومه دیگه پسر دختره میذاریم کنار. حالا گذاشتیم کنار تا کی کنار بمونه؟ روند چیه؟ نگاه میکنیم. 3 تا حالت داریم. اگر معلوم شد که غایب مفعول الاثر قبل از مورث فوت کرده که این غایب ارث نمیبره، گفتیم که شرط داشتیم دیگه، باید زنده بودن شخص در هنگام فوت مورث که ارث نمیبره، اون که کنار گذاشتیم میدیم به سایر ورثه. حالت دوم، موت حکم فرضی غایب مفقود اثر صادر میشه، آنچه که قرار بوده به غایب برسه میرسه به ورثه غایب. حالت سوم، غایب مفقود اثر زنده پیدا میشه، آنچه که کنار گذاشتیم رو میدیم به غایب مفقود اثر. این هم در خصوص سهم غایب مفقود الاثر ماده 879 هستش. یک بحث دیگه ای هم که تو بحث این شرط دوم، یعنی زنده بودن شخص در هنگام فوت مورث هست، بحث فوت دو شخص متوارثه، یعنی 2 تا آدمی که هم ارث میبرند. چی رو میخوایم بگیم؟ میگه آقا بحث زمان فوت ایناست. فرض کنید 2 نفر که مثلا یه پدر پسری هستن که هم قرار ارث میبرن، متوارثن، تاریخ فوت جفتشون معلومه،
یعنی پدر 1,404 برده، پسر 1,2,404 برده. در اینجا معلومه دیگه، تاریخ مشخصش بحثی نیست، اون که مؤخره یعنی زنده بوده دیگه که پسر هست، از پدرش ارث میبره. حالت دوم، تاریخ یکی معلوم و تاریخ یکی مجهول. ما میدونیم که پدر 1,404 فوت کرده، ولی تاریخ فوت پسر رو نمیدونیم و هیچ اماره و قرینه‌ای برای اینکه آقای تاریخ مشخص بکنیم نداریم. در اینجا اصل تأخر حادث میاد وسط که زیر مجموعه اصل عدم هست. میگه آقا کسی که تاریخش مجهوله فرض بگیرید که مؤخر مرده. وقتی که فرض میگیری مؤخر مرده، یعنی در هنگام فوت شخص اول زنده بوده، یعنی تاریخ فوت کسی که معلومه اون دیگری مجهوله، انگار که مجهوله رو ما زنده فرض میکنیم. چرا همچین اصل تأخر حادث چیه؟ میگه آقا ما اون که شخصی که تاریخ فوتش معلومه رو که نمیتونیم تاریخش عقب جلو بکنیم، که محرزه برا ما. اما میتونیم فرض بکنیم که کسی که تاریخ فوتش مجهوله در اون هنگام اون فوت اون شخص زنده بوده، که میان بر اساس این توضیح میان میگن که اصل تأخر حادث رو جاری میکنیم، شخصی که مجهول هست میگیم مؤخره و اون مؤخره ارث میبره از شخصی که تاریخ فوتش معلومه. یه حالت دیگه هم داریم اینجا، حالت سوم ما میشه تاریخ فوت هر دو شخصی متوارثه مجهوله، یعنی پدر پسر فوت کردن مجهوله، نمیدونیم کدومشون تاریخشون کیه، کدومشون مقدمه، کدومشون مؤخره که بتونیم ارث تقسیم بکنیم. قانون میگه که آقا در این حالت هیچ کدوم از یکدیگر ارث نمیبرن. چرا؟ میگه اگر برای هر کدوم بخوای اصل تأخر حادث رو جاری بکنی، یعنی یکی رو فرض کنی زنده است اون یکی مرده و دوباره برعکسش بکنی، دو تا اصل تأخر حادث در مقابل هم قرار میگیره. یک کدومشون میگه که آقا پدر از فرزند ارث ببره، یکیشون میگه فرزنده از پدر ارث ببره. اینجا تعارض به وجود میاد. وقتی که تعارض بین اصول به وجود میاد میگیم اذا تعارضا تساقطا. تعارض باشه آقا ساقط میشه، نمیتونیم استناد بکنیم. در نتیجه تو بحث ما هیچ کدوم از همدیگه ارث نمیبرن. اما این اصلی که بیان کردیم استثناء داره. اگر تاریخ دو نفر مجهول است و بر اساس حدم یا غرق فوت کرده باشن، قانون میگه اینجا هم ارث میبرن. اینجا دو تا وحدت داریم که یکیش باید وحدت وجود داشته باشه، یکیش مهم نیست. میگه وحدت سبب باید وجود داشته باشه، هر کدومشون باید بر اساس حد فوت کرده باشن یا جفتشون بر اساس غرق فوت کرده باشن. اما وحدت مکانی مهم نیست، یکیشون شمال تهران بس انهدام به وجود اومده، یکیشون جنوب تهران اتفاق افتاده، توی مکان نیست، مهم نیست، ولی وحدت سبب مهمه. اگر یکیشون بر اساس حد فوت کرده باشه یکیشون بر اساس غرق، اینا هم ارث نمیبرن. برمیگردیم به اصل. حالا انهدام هم اومدن تفسیر کردن که آقا لزوما آوار نیست، تصادفات، نمیدونم سقوط هواپیما و امثال هم شامل انهدام خواهد. حالا تو این حالت چجوری ارث ببرن هم؟ ما یکی رو فرض کنیم، مثال میزنیم، فرض کنیم که شخصی فوت کرده، پدر داره، مادر داره، زوجه داره، دو تا برادر داره و دو تا فرزند. پدر، مادر، دو تا برادر، حالا زوجه و فرزند. میایم اول فرض میکنیم که پدر زنده بوده ولی فرزند بعدش فوت کرده، یعنی فرزند از پدر ارث ببره. در اینجا تقسیم میکنیم ارثو، آنچه که به پسر رسیده رو از پدر میذاریم کنار و همینطور برعکس. اون وقت آنچه که برای هر کدوم کنار گذاشتیم بین ورثه های خود اونا آدم رو تقسیم میکنیم. یعنی اگر آنچه که از پسره و از پدر به او برسیده میذاریم کنار، اون چی که کنار گذاشتیم رو میایم بین ورثه پسر تقسیم میکنیم، دیگه دوباره پدر ارث نمیبره. خب بحث ماده 872 و 873 و 4 هست. شرط سوم وارد میشیم، وجود ترکه. یادتون میاد ما ترکه خالص و ناخالص رو آقا در زمانی که ما ترکه ناخالص رو داریم فیلتر میکنیم، اون سه تا موضوع رو کم میکنیم،
هیچی نمیمونه. آقا وقتی که هیچی نمونه، مثلا بحث تقسیم ارثی وجود میاد، پس اینجا هم شرط هست وجود ترکه دیگه. پس وجود ترکه در اینجا چیه؟ شرط هست. یه نکته دیگه وارد شیم، بحث اینجا حالا زیر این فصل بگیم، بحث ماده 871 و بحث ماده 606. چی میگه دو تا ماده؟ میگه که اول 871 رو بگیم. میگه آقا هنوز دیون متوفا پرداخت نشده. شخص فوت کرده، دیون متوفا پرداخت نشده، ورثه میان معامله میکنن نسبت به اموال متوفا. قانون میگه این معاملات نسبت به طلبکاران قابلیت استناد نداره. اینجا قرار است که دیون پرداخت بشه، معامله کردن، حالا طلبکارا میتونن ردش بکنن. اما 606 چی میگه؟ میگه قبل از اینکه دیون تقسیم پرداخت بشه، ورثه اومدن اموال رو بین خودشون تقسیم کردن. اموال رو بین خودشون تقسیم کردن. در اینجا طلبکار، توجه کنید، نسبت به سهم الارث هر کدوم میتونه از اون مراجعه بکنه که بره طلبش بکنه، نه به میزان سهم الارثشون، نسبت به سهم الارثشون. ماده قانونی دقیقاً نگاه کنید. اگر به کسی مراجعه کرد و مؤثر شده اون نداشت بده، میتونه به سایر ورثه مراجعه بکنه. این حکم سنگینیه که قانونگذار بیان کرد. بحث دیگه، یه نکته دیگه که اینجا بررسی بکنیم اینه که گفتیم که اون عملیات با ترک ناخالص و خالص و فیلتر و تقسیم و بکی بدین چقدر دیدیم و این صحبت ها. میگه آقا این کارو کی انجام بده؟ اصلا این کارو کی انجام بده؟ این بحث ماده 240 به بعد قانون امور حسبی کامل مبسوط بیان شده، اما من کلیاتش خدمتتون عرض میکنم. اینه که ورثه سه تا رویکرد دارن، یا رد کنن، یا قبول مطلق کنن، یا قبول مشروط کنن. یعنی چی؟ ورثه میگن که آقا امر ترکه رو ما کاری نداریم، ردش میکنیم. دادگاه بیا خود مدیر تصفیه مشخص بکن، یا به اداره تصفیه ارجاع بده، بیاد عملیات تصفیه رو انجام بده و سهم الارث رو مشخص کنه و تقسیم کنه. این ردی که میکنن به منزله اینکه آقا ما ارث نمیبریم نیست. آقا میگه آقا اداره و تقسیم و نحوه و کارهای اداری شما انجام نمیدید. این شد یه حالت. حالت دوم میگن قبول مطلق میکنیم ما. یعنی چی؟ نه به این معنا که آقا تمام اداره رو ما انجام میدیم، همه دیون رو ما پرداخت میکنیم. نه، میگن که اوکی ما مسئول هستیم که دیون رو پرداخت بکنیم، ولی اگر اموال کفاف دیون رو نداشت، ورثه باید بیان اثبات کنن که آقا اموال کفاف تمام دیون رو نداشت. ورثه باید اثبات بکنن. اما تو قبول مشروط چیه؟ میان اموال رو تحریر میکنن، یعنی لیست برداری اموال انجام میدن، میگن آقا ما بر اساس اینایی که لیست شده ما میایم امر ترکه انجام میدیم، دیون رو پرداخت میکنیم، چیز دیگه بود نبود ما مسئولیتی نداریم. طلبکار بیاد احراز بکنه که آقا اموال دیگری وجود داره یا هر چیز دیگه. این میشه قبول مشروط. حالا اگر بر اساس 1 ماه هیچی نگفتن، به معنای قبول مطلقه. یعنی اگر بخوان رد بکنن ترکه رو باید 1 ماه رد بکنند. اگر رد نکنن یعنی قبول مطلق انجام دادند. توضیح کامل این مباحث رو میتونید تو بحث مواد قانون امور حسبی 240 به بعد دقیق نگاه کنید. خیلی ساده و سلیس انجام شده، بیان شده. و یه چیزی که باید توجه بکنید تو قانون، بحث یه سری اعلام قبوله که به صورت صریح یا ضمنیه. صریح میرن اعلام میکنن که آقا ما قبول کردیم، ضمنی میان قبول میکنن. یه سری مصادیق آورده قانون حسبی که میگه آقا این اعمال اگر انجام بدن ورثه نسبت به ما ترک، این قبول حساب نمیشه، قبول ضمنی نیست. مثل اینکه آقا اموال در حال تجزیه و تفریط سریع میفروشن که اون اموال از بین نره، جلوگیری از ضرر میکنن. میگه آقا این قبول ضمنی محسوب نمیشه. مصادیقش رو نگاه کنید، چندین مورد قانون امور حسبی هستش. خب توضیحاتی که داده شد، خب بحث خدمتتون عرض شود که اون ماترک خالص و ناخالص هم میتونید در ماده 868 9 70 ببینیم. پس در نتیجه ذیل شروط تحقق ارث
ما مواد 867 تا 879 رو در خصوصش صحبت کردیم. سوالی بحثی داشتید حالا در جایی که حالا صحبت ها برای میشه در واتساپ، تلگرام سوالاتتون رو مطرح کنید و پاسختون رو خواهیم داد.